خب سوالی دیگر دادن، گفتن در یکی از شهرهای روسیه ما یک ملا داریم، تمام داملاها را دشنا میکند، بعضی هاشا استثنا میکند، گنده میکند، کمبود میگیرد. شما به همین داملای ما یگان چی گفتنی نداریم؟ برادران عزیز و گرامی، اکنون این یک چی گوییم، حیات همین را تقاضا میکند گوییم، یا اینکه دیگر هر یک دور به خودش مناسبتش همینه که داملا را غیبت میکنه، ایشانش ایشانه، شیخش شیخه، سوداگره. ببینید هر یک همین نفر همون رقیب خودشا بگیم یا همون همکلیگ خودشا بگیم مورد غیبت قرار میدن. برای همین اگه یک رحمت کنه خداوند خواجه حافظ میگفت حسد چی میبری ای سست نظم بر حافظ، حسد چی میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطفی سخن خدا داد است. به همین خواجه حافظ هم با همون همزمانای خودشون که شعر می نویسوندن به همین خواجه حافظ هم بدبین بدن. بعد حضرت گفت که آخی چیکار کنم که زمانی که با او وزن، با او ترتیب، با او مثال قدری که من شعر می نویسم تو نوشته نتانی، خیلی من چیکار کنم؟ وقتی که مقصد تو عاجزی از همین برابری من بودن، برابری مقامی من بودن، چی درد داری که مقصد تسلیم نمیشه بگوی خیلی الله مهربان گفته است تو عز من تشاء، عزت میتون کسی را میخواد، خیلی عزت های نزد الله بده، تو چی قد جان کنی میکنی، تو قد چی قروت سیاه میکنی؟ تسلیم شد، تمام به همین آیت قرآن تسلیم شد که عزتی که کسی دارد یا نزد الله های یا نزد مخلوق نیست. و تذل من تشاء، کسی را میبینی خار ذلیل یا نزد الله های، کسی را میبینی تؤتی الملک من تشاء و تنزع ملک من تشاء، کسی را میبینی پولدار ای و یا نزد الله های، کسی را میبینی بی پول ای و یا نزد الله های. برای همین الله رحمت کنه که این تا بزرگا در حقشان بخیلی میکردن. برادر عزیز امروز این داملای ما چی بچوره؟ برای همین من برای این خیلی نفر هیچی گفتنی نیستم. من این قدر گفتنیم که وقتی میبینی یک داملا را غیبت کرد بفهم که حسده، بفهم که این بخیلیه، میبینه که او مردک احترام داره، میبیند که در گردش 4 آدم نشسته و گوشش میکنند، میبیند که مقصد مردم او را تعریف توصیف میکنند، خیلی که در درون قلبیه که دیگه تمام جوک و جاندار که خانه داره بعد دیگه برداشت کنه نمیتونه، مجبور میشه که غیبت کنه. اون نمیدونه که با غیبت کردن تو او را الله مهربان با برند میبره، پایان نمیبره. مردم از میفهمن. با خدا قسم 10 نفر پیش من ده که به حد برای من محب و مخلصن، دوستای منن، میگه وقتی در یک معرکه برای سنجش همین یک داملا را میگه یک حرف میپرتون که همین انا حاجین این مسئله را فلان خیل دیگه خیل اینه تری جواب میگه، انا خلاص میگه یکون مسئله را میاندازم، همین در حال میگه میبینم که در درون همون داملا چیه میگه، علاکه در حرفش میگه در سخنش پیدا میشه. شاعر میگه در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیر کج چون از کمان بیرون شود رسوا شود. ولی مردم یا دیگری ما را میسنجند، مردمی که سواد نداره ملاها را میسنجند، درونای ما را با یک حرفش علاکه میدونه که درون ما سیاه یا درون ما سفید، میدونه که همین مردک در نسبت برادر خودش دوست یا دشمن. امروز مردمی بی سواد ما را سنجیده سند. برای همین دادرای عزیز و گرامی شما هیچی نگویین، شما نگویین، همین فهمین که این آدم در درونش مقصد مهر نداره، اخلاص نداره. علمی او را چی کارش میکنین؟ علم هم شیطان هم داشت. درونی او را ببینین که
پیامبر برای چی میگفت که از علم زیاده که شما در او عمل ندارین، علم کمی که در او اگر عمل باشد، این برای الله و برای رسول او البته این لازم در کاره. برای اینها در دلهاشون برادر عزیز وقتی ندارن همین مهر، محبت، یک دیگر فهمی را، احترام، معلوم است که دیگر حرفی او را ببینه که تمام مؤثر نیست و با گنده کردنش هم دانیم برادر عزیز و گرامی که او در پیش قیمت قدر پیدا نمیکنه. شما او را همچون یک آدمی غیبت کننده و غیبتگر میدونید. خداوند هدایتشون کنه برادر عزیز و گرامی. خب گفتن بوسیدن قرآن جایز است یا نه؟ یعنی قرآن بوسه کردن درست است یا نه؟ البته برادران عزیز و گرامی ما آثار صحابه داریم. یعنی حضرت عمر وقتی میگه قرآن بوسه میکرد میگفت این معجزه الهی است، میگفت این کتابی هست که رهنماست و هر نفری که به این کتاب چنگ میزند او را به سعادت میرساند. حضرت عثمان هم برادر عزیز میگه بوسه میکرد و بالای چشماش را میمالیدش. برای همین مادامی که آثار صحابه داریم، مادامی که این خلیفه های محترم این کار کردن، برای ما هم بوسه کردن هیچ باکی نداره. شما هم بوسه کنین، قرآن درسته، از بوسه کردنش در لیکن خواندنش مهمتره. برادر عزیز و گرامی امروزا من در محفل هایی که میرم اشتراک میکنم، برادرها دعوت میکنن، گاه گاه همین سوال از اون جماعت میپرسم. چند نفری باشن میگم بچه‌ها که یک سوال، چند تا قرآن خوانید؟ میبینیم که به حد عدد کم قرآن خوانن. ولی امروز بین شرایط ببینید، در همین شرایط امروزه چی عذر برادرها که شما قرآن نمیآموزید؟ اینقدر امکاناتی که امروز الحمدلله رب العالمین، آخه در دورهای شوروی همین قدر سختگیری برای دین و برای مسجد و برای قرآن در خانه بدن مشکلات بود. مردم در همون دور زمان خوان. این مرحمت قرآن ما امروز در بالای همین گوییم که میز ما ایستادگی است و همچنان آدمی میخواندگی باشد پر نفرهایی را که دعوتش میکنم یک پیاله چایش میتم قرآن آموختن میگیرم. لیکن سستی از خود مانه برادر عزیز، به توفیقی از خود مانه. بعد نسبت میتیم ات وضعیت نمیبینی، شرایط نمیبینی، هیچ یگان وضعیت و شرایط هیچ وقت مانع خواندن نمیشود. این دروغ برادر عزیز، این به توفیقی ای، این به حوصلگی ای، این دنیا فقط مشغولت کرده، این طرف به تلفن، این طرف به تلویزیون، این طرف به کوچه، نمیرسی یک بار یا یاد دم یک بار قرآن خوانی یا همو دین و اسلام هم همین از سرسرکی ای. برای این ازرها را نیاریم برادر عزیز. از بوسیدنش در وقتی بخوان بود کردی با بوسش که این کلام الله من است، انا نور بالای نور می شود. خدای مهربان عمراتون دراز کنه، ایماناتون کامل کنه. برادرایی که بر من سوال ارسال کردین الله هر جا باشین حفظتون کنه. برادرایی که گوش کردین خدا توفیق عمل کردنش نصیبتون کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.